درود. تا حالا دیدی بعضیا بارها شکست میخورن اما دوباره بلند میشن و آخرش جایی میرسن که همه تعجب میکنن. راز این افراد چیه؟ چرا بعضیا هیچ وقت واقعا شکست نمیخورن؟ امروز میخوام درباره قانونی باهات حرف بزنم. قانونی که اسمشو گذاشتم قانون عدم شکست قطعی. زندگی رو مثل یک صفحه شطرنج تصور کن، بی پایان و پر از خونه‌های سیاه و سفید که ادامه داره. روی این صفحه تو شاهی. شاه همیشه یه حرکت داره، همیشه. حتی وقتی همه چیز بسته است باز یه راه هست و یه امید هست. اما وقتی خودت باور کنی که دیگه راهی نداری، همون لحظه است که مات میشی. نه به خاطر بازی، به خاطر باور خودت. این جهان یه قانون بزرگ داره. هیچ انرژی در این جهان از بین نمیره. هر تلاشی که کردی و هر قدمی که برداشتی، حتی اگه نتیجه ندار، هنوز در تو زنده است و قدرت اون در تو باقیه. تجربه ها روی هم جمع میشن. هر بار یه لایه قدرت به قدرتات اضافه میشه و هر بار یه درس به تجربه های زندگیت اضافه میشه. حالا فکر کن، کسی که 20 بار تلاش کرده و شکست خورده با کسی که بار اولشه و میخواد کاری رو انجام بده یکیه؟ نه، اون بارها افتاده و بلند شده و بلند شدن رو یاد گرفته. یه ارتش از تجربه پشتشه. اون شکست ناپذیره. حتی ضعفات هم درون خودشون قدرت دارن. این رو بدون. زخمی که خوب میشه جای زخم رو به جا میذاره. اما همون جای زخم یعنی مقاومتی که تو ساختی و این یادآور اون مقاومت تو هست. جهان پر از معجزه است. کلمه هایی که میگی وزن دارن. افکاری که به اونا فکر میکنی مثل جادو عمل میکنن. باور تو کلید همه چیزه. وقتی بزرگ فکر میکنی بزرگ میشی. وقتی بگی من هنوز راه دارم و راهی وجود داره، جهان درهاشو برای تو باز میکنه. اما وقتی بگی من دیگه راهی ندارم، همون لحظه است که تمام درها و فرصتها تو سوزوندی. ذهن تو آینه این جهانه. هرچه باور کنی بازتابشو قطعاً میبینی. پس قانون عدم شکست قطعی اینه: تو هیچ وقت واقعاً شکست نمیخوری، مگه این که خودت از این بازی زندگی دست بکشی. هر بار که زمین خوردی فقط داری قوی تر میشی. هر بار که به مرز ناامیدی رسیدی در واقع داری به مرز تولد دوباره نزدیک میشی. یادت باشه تو شاه صفحه شطرنج زندگیت هستی و شاه همیشه یه حرکت داره. اگه تا این لحظه با من بودی و هنوز خودتو باور داری، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و این زیر بنویس من هستم. در پناه نور.